سلام بچه ها، من سویل گرم هستم و خوش اومدید به اولین ویدیو از کانال من. نمیدونم چه جوری بگم که اولین ویدیوی کانالم با بازی ترسناک شروع کردم. بازی ترسناک نمونه شماره 0 یا همون اسپیسمن زیرو که من الان نزدیک 1-2 ماهی که این بازی رو تمام حالتها رفتم و تنهایی تموم کردم و به خودم گفتم که اگه این ویدیو رو تو یوتیوب نذارم و حداقل 1 نفر این ویدیو رو نبینه که مثلا من این ویدیو رو تمام حالت میتونم برم، خودم رو قهرمان حساب نکنم. قهرمان که یعنی خب خیلی بهتر از منم، ولی خب مثلا من هی اینو میرم روی حالت مثلا نایتمر تموم میکنم، روی حالت کابوس و مثلا به خودم میگم آفرین، ولی 2 دقیقه بعدش میگم نه، هیچکی تو رو ندیده، به دردت نمیخوره. الان یه ماه خودت تنهایی داری بازی میکنی. الان هم با اجازه شما اومدم این ویدیو رو، این بازی رو روی حالت هارد یعنی سخت تمومش کنم و داخل یوتیوب بذارم و من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. حمایت شما زیاد باشه، من هر بازی ترسناک رو هر حالتی که خودتون بگید میرم. اصلا ویدیوی دوم، ویدیوی بعدی من ویدیویی باشه که شما بگید، من قبول میکنم رو هر حالتی که بگید. اصلا بازی ترسناک باشه، بازی ترسناک رو حالت اکستریم یا مثلا نایتمر، ویدیوی بعدی برو فلان بازی رو این حالت، چشم. شما فقط بگید، من فقط به حمایت های شما نیاز دارم. خیلی ممنونم. بریم بازی رو حالت هارد شروع کنیم. واقعا خودتونم قطعا این بازی رو کردید، حداقل 90% این بازی رو کردید و میدونید که واقعا سخت رو حالت هارد رفته، ولی من تموم میکنم. پلی کانتینیو منتظریم که لودینگش تمام بشه و بریم. من زیادم تو ویدیو حرف نمیزنم که از بازی لذت ببرید. خیلی خوب، شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گام اول اینه که ما تفنگ بیهوش کننده رو پیدا کنیم، واقعا چون که این حیوان وحشی که اینجاست واقعا بی‌رحمه و تنها چیزی که جلوشو میگیره فقط تفنگ بیهوش کننده است و شاتگان و اون پیستوله هیچ کمکی به ما نمیکنه، فقط برای چند ثانیه به ما مهلت میده که فرار کنیم. الان من رو حالت هاردم و طبیعیه که سعی کنم سریع فرار کنم. پس وقتی اصلا حتی رو حالت ایزی هم شروع کردید، 1 دقیقه صبرم نمید. 1 ثانیه صبر معادل با 1 دقیقه بدبختی. هیچ وقتم نترسید، هر دریایی رفتید با کنید، اصلا نگران نباشید که آیا فلان میشه. این داستان همیشه بردارید، نیازتون باشه. توی 2 دقیقه دیگه میبینید دارت کم آوردید و جانورم زنده شده. زنده که یعنی بهوش شده. این حیوانات کنه هم که اینجا میشورن همه هستن. این سیم هم همیشه بردارید. داره نزدیک میشه، از اون ور داره نزدیک میشه، صدای پاشو شنیدید. پس ما از این ور میریم، راهمون عوض میکنیم. ایوه
ما فعلا زیر تخت قایم میشیم. شانس من اینجا واقعا نگی تو رو قرآن، خدا رو شکر. خیلی دیگه تو نزدیک شدی، در این حد هم این نبود. ای وای دید خواهش دوستان یه کار رو درستانه نمیدونم مادر دیده که رحم. پس این کجاست؟ اینجاست. یعنی اینجا فقط جای شکر باقی، فقط شکر کنم که نرفتم. آقا کلید به من زهر ما دهنت بشکنم. قطعا این هم داره براست. بله محبت منش آرام. من به این میگم مادر، این که مادر همه این هست. آجی این دیگه از حد گذشته. ببند تا این در بخواد بار کنه. فقط این نمه یکم زرنگ شده. خدا خیلی بمیرشون نکن دهنت بشکن نکن. قرآن اینجاست، همینجاست. تمام تفنگ گوش کننده رو بدید به من. بیا جلو ای خیلی وقتا می کسابت صدا پا نمیده، بی صدا راه میفته میاد جلو. اونه؟ نه اون نیست. حالا که توفنگو برداشتیم گم شد. کجایی؟ تمام شما 1 دقیقه و 30 ثانیه از الان به بعد دیگه آرامش داری. تمام البته ما حالا ترچیل میبینیم ور میدانیم، ولی خب یاد آنچنان به درد نمیده. باتری ها رو همیشه ورده. جان مادر خون نداره نجسی همیشه از نگاه من کلیدو برداشتم همونجا، کلیدو بر نداشتم.
هیجان زده شدم دیگه یادم رفت کلید بردارم. ببینید این بازی خیلی ساده. قدم اولمون چی بود؟ پیدا کردن تفنگ. قدم دوم چی بود؟ برداشتن کلید. این ویدیو بجز این که سرگرمی موضوعه که البته شما اگه نگاه کنید دیگه سلام بگید. اما خب شما که تاج سر مایید، من قربون چشای شما برم. لطفا با اون چشمای زیباتون به این ویدیو نگاه کنید، چون که من گفتم خیلی نیاز به نگاه های زیبای شما دارم عزیزان. تا الان هم که قطعا نمونه بینم شده و آره خیلی یه وقت یه به درد این کارو نمیخوای بیا فهمیدی پیر شدی. خیلی خوب. آره داشتم میگفتم این ویدیو بجز این که میتونه سرگرمی شما رو فراهم کنه، ویدیو آموزندم میشه. قطعا 4 نفر هستن 4-5 نفر هستن که میگن آره این واقعا سخته، چجوری ردش کنی، چیکار کنی، این کلی پیچیدگی داره، کلی پیچ و خم داره، از این ور از اون ور. برو آقا نگاه کن یاد بگیر، دونه دونه گاما رو بهت میگم. اگرم یادم بره گامیو که نگفته باشم مینویسم روی صفحه براتون مینویسم، یه مرقمی دارم هم هشتایی که میگید و مینویسم که آره این مثلا گام فلان اینجا رفتم. دیگه اینجا به بعد مرحله خیلی براتون ساده میشه. خیلی ساده میشه، یعنی شما به راحتی میتونید کش کنید. فقط مراقب این ننه باشید، میاد خیلی سرعتی میاد، باید دستتون یکم تیز باشه مثل بنده که دستم خیلی تیزه. دستتون باید خیلی تیز باشه در لحظه بتونید هیدشو بزنید، چون که مخشو نزنید مخشو میزنید. اون شک نکنید خیلی سریعتر از شما هست، پس در لحظه سعی کنید بزنیدش. این دست من خیلی تیزه، بخاطرم همش این میکنه. صدا اینا رو قدم میاد. یه 20 ثانیه احساس میکنم نمونه داره نزدیک میشه،
صدای پشت تو گوشم میشه، ولی بیا بینم بالام بیا حالا شما مثلا هی دنبال این نباشید تو بازی که آی سریع تموم کنم اصلا به خود عجله ندید. تو بازی‌های ترسناک اولین چیز فقط صبوریه، عیبی نداره 100 سالم طول کشید بذارید طول بکشه، صبور باشید. همیشه این اینونتوریتون رو چک کنید، دنبال یه چیزی میگردید همیشه چک کنید، بگی آقا من دنبال کلید میگردم، برید درای یه طبقه رو کامل بگردید، بعد مثلا کل این که یه طبقه رو گشتید این کنه نگاه کنید ببینید که آیا اون کلید رو به دست آوردید یا نه. داخل این اینونتوریتون نگاه کنید کلید رو به دست آوردم و سلام تموم شد. انشالله که مال همینجا باشه، مال همینجا. نسکارت خیلی حالا شاید ننه بلند شده باشه، پس اوه گم شو بینم احمق، تو میخوای منو بزنی؟ یه بار دی برگشت به همون حالت. ماشاءالله من چرا فیرزم، دستم درد نکنه. یعنیش دیمه دری هم اجازه مونده. من ممکنه کم یادم رفته باشه، عیبی نداره، برها اینجا باز شد، یه در کمتر باز شد، عیبی نداره. خب الان به این طبقه که رسیدید 3 تا چیز اصلی، 3 تاست، 3 تا دیواره، 3 تا باید باشه. آره یه دونه اون چیزه، ببینید یه دونه پیچ گوشتیه، یه دونه کروبار اینجا باید با ایوا، کروبار اینجا نباشه دیگه بدبختی دارید، یعنی کروبار اینجا نباشه این بدبختی شروع شد. 3 طبقه باید دنبال کروبار بگید، اینا هم که همین اینجا بلگرد محتاطایی بود. آها این از گام اوله کروبار، گام دوم پیچ گوشتیه که قطعا داخل اون دستشویی مانند است، دستشویی اتاقک های کوچیک. خیلی بجازیم در دیگه نمید زهر مار بخور. اینجا هم کلیده بلقا بامزنی میرسید. خیلی خوب حالا شما اینجا باید دنبال پیچ گوشتی به علاوه یک چیز دیگه که اسمشو یادم رفته، فکر کنم برق رو تأمین میکنه.
حالا می اینجا مادر رو بکشید. خیلی خوب. این دیگه خیلی از حد گذشته. یه تو دیگه خیلی پوفیوزی. خجالت بکش یه دونه. به قرآن فقط شما من گاز بگیرید دیگه. ایداد پیدا نمیشه. آها این پیدا شد. گام آخر پیچ گوشتی. پیچ گوشتی. یه پیچ گوشتیه. میدونم خیلی بیمزه. خیلی خوب. الان دیگه شما فقط نیاز به تفکر داری. فقط فکر. به این فکر کنی که تفاوت قبلی کجا پیدا کردی. پیچ گوشتیه. یا یاد میفته اینجا تا در هنوز باز نشدم. یه دیگه من باز میکنم. این گوشه رو نگاه میکنم. این گوشه رو نگاه میکنم. برمیگردم میره اون یکی درم وا میکنم. اینجا دیگه قطعا باید باز. اینجا کلیدم داشت. جایی که کلید داره یعنی درش قفله. کلید داره قطعا جای مهمیه. خیلی خوب باید اینجا میبود که نیست. خدا. آها ایناش. تمام شما بازی رو به پایان رسوندید. یا ابد. تمام شما بازی رو به پایان رسوندید. بفرمایید برید. این مادرم که اونجا افتاده واسه خودش خوابیده لالاتی پیش. شما هم تموم میکنید بازی. ایزی دیگه. آموزش از این ساده تر براتون بزنید. از این ساده تر داشت دیگه. من تا اینجا اومدم فقط یکی دو بار گفتم حمایت کنید دیگه. نامرد در نداشت. این رسمش نیست واقعا دیگه. تو باید لایک کنی، باید سابسکرایب کنی، باید زنگوله بغلش رو روی آل یا هم من یه زمان آموزش زبان انگلیسی هم میدادم. شما چی بس میکنید نگاه میکنید اینجا. ما اونجا یادتون باشه کارت هم برداشتیم. میید اینجا رمزو میزنید. چیز یعنی کارتو میزنید. تمام. حالا شما باختی بدون کم شدن هیچ روزی رو حالت هارد تمام کردید بازی. تمام. بچه‌ها اگه مشکلی داره این بازی، اگه حرفای من مشکل داره، اگه ویدیوی من مشکل داره، لطفاً با حمایتاتون بهم بگید. لطفاً تو کامنت ها بهم بگید که آقا ویدیوت این مشکل داره، حرف زدنت اون مشکل داشت. شاید که نه، حتما کل شما عزیزان من الهی فدای همتون بشم، الهی دور همتون بگردم. شما قطعا تجربتون از من بیشتره. لطفاً به من کامنت بدید، بگید که آقا آره از این برنامه برای ادیت استفاده کن، از اون برنامه برای ادیت استفاده کن، این کارو کن، اون کارو کن، اینجوری حرف بزن. و حتما ویدیوی بعدی شما برام بنویسید که آره این بازی برو، رو این حالت برو، با این برو، با اون برو، اینجوری برو، اونجوری برو. و بچه من متاسفانه سیستم درست حسابی ندارم، یعنی نه کنسول دارم، نه پی سی دارم، نه لپتاپ، نه چیز دیگه. فقط همین یک دونه موبایل دستم، موبایل سامسونگ. و لطفاً چیزایی بگید که در حد توان من باشه، نه چیزی که نمیدونم روی کامپیوتر بازی که روی کامپیوتر بالا میاد اینجوری اونجوریه. در حد یه چیزی بگید که در حد گوشی باشه.
و خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. لطفا اگه خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید، لطفا کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. منتشر ای خدا اینقدر هول شدم ها. مشترک شید با من و زنگوله بغلش هم فعال کنید روی آل یا همه بذارید که من یک ویدیو گذاشتم یوتیوب به شما خبر بده که آره سهیل گیمر ویدیو گذاشته و شما بیاید با اون چشای زیباتون ببینید. الهی که من قربون همتون بشم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی خدایان و نگهدارتون. خدا نگهدار.